آنچه که زبان عشق شما درباره کودکیتون میگه. ممکنه والدینتون رو خیلی دوست داشته باشین، اما هیچ کس کامل نیست. والدین ما هم انسان هستند. برخی کارها رو خیلی خوب انجام میدن و در بعضی جنبه ها ممکنه کاستی هایی داشته باشن. این موضوع میتونه تأثیراتی داشته باشه که شاید انتظارش رو نداشته باشیم. ما از دوران کودکی زبان عشق خودمون رو داریم. اما این زبان عشق در طول زمان ممکنه تغییر کنه. یکی از مهمترین عواملی که تعیین میکنه زبان عشق ما چطوری شکل بگیره چیزهایی که در کودکی کمبودشون رو احساس کردیم. اولی دریافت هدیه هستش. برای بعضی ها دریافت هدیه ساده ترین راه برای ابراز عشقه. اما برای برخی دیگر این میتونه کار سخت و پیچیده‌ای باشه. هدایا همیشه نباید گران یا خاص باشن، بلکه یه هدیه نشون دهنده اینه که شخصی به شما فکر کرده و براتون اهمیت قائله، حتی وقتی در کنارش نیستید. اگه زبان عشق شما دریافت هدیه است، این لزوماً به این معنا نیست که در کودکی هدیه دریافت نمی کردید، بلکه احتمالاً احساس می کردید والدین شما رو به درستی نمی شناسن یا به شخصیت منحصر به فرد شما توجهی ندارن. مثلا وقتی کسی دقیقاً شکلات مورد علاقتون رو براتون میخره یا لباسی رو انتخاب میکنه که با سلیقه شما هماهنگ شده، این حس رو میده که نه تنها شما رو میشناسه بلکه دوستتون هم داره. انجام کارهای محبت آمیز یا خدمت کردن به دیگران. والدین بودن یعنی مدام در حال خدمت به فرزند بودن. اما بعضی از والدین در این زمینه دچار مشکل میشن. طبیعتا هر پدر و مادری نیاز داره زمانی برای خودش داشته باشه. اما اگر اونها تقریبا هیچ کاری برای شما انجام نمیدادن و مجبور بودید از سنین پایین به خودتون متکی باشید، ممکنه در بزرگسالی نیاز شدیدی به اعمال محبت آمیز داشته باشید. اگه مجبور بودید از خواهر و برادر کوچکترتون مراقبت کنید یا اگر باید از والدین بیمار خودتون مراقبت میکردید، احتمالاً بودن با کسی که مراقبت از شما رو به عهده بگیره و مثلا صبح براتون قهوه درست کنه احساس خیلی خوبی به شما میده. مثل هر زبان عشق دیگری، اعمال محبت آمیز هم انواع مختلفی داره و نیاز به شناخت عمیق نیازهای عاطفی طرف مقابل داره. سوم، تماس فیزیکیه. اگه در بزرگسالی نیاز شدیدی به تماس فیزیکی دارید، به احتمال زیاد در کودکی از نظر عاطفی و فیزیکی به اندازه کافی نوازش نشدین. برخلاف دیگر زبانهای عشق که ممکنه تحت تأثیر عوامل مختلفی باشن، نیاز به تماس فیزیکی معمولاً به طور مستقیم نشون میده که در کودکی از این نظر کمبود داشتید. اگر در کودکی شما رو نمی بوسیدن، بغل نمی کردن یا نوازشتون نمی کردن، احتمال داره که در بزرگسالی بخواید تمام این کمبودها رو جبران کنید. والدین به دلایل مختلف ممکنه محبت فیزیکی نشون ندن. شاید نمیدونستن که شما به این نوع محبت نیاز دارید. شاید خیلی گرفتار بودن و وقت کافی برای این کار نداشتن. به هر دلیلی که باشه، امیدوارم در بزرگسالی بتونید تمام اون نوازش و محبت فیزیکی رو دریافت کنید که همیشه آرزوش رو داشتید. چهارمین مورد، گذراندن وقت با کیفیت با دیگرانه. قبلا درباره هدیه گفتیم که هدیه دادن روشی برای نشون دادن اینه که کسی شما رو میشناسه. اما گذراندن وقت با کیفیت با یک نفر روشی برای شناختن اوست. گذراندن وقت با کیفیت فقط برای شناختن افراد نیست، بلکه به کودکانمون احساس ارزشمندی میده و به اونها کمک میکنه که در برابر مشکلات زندگی مقاومتر بشن. اگر والدینتون هرگز وقت کافی برای شما نمیذاشتن، علاقه‌ای به شنیدن حرفاتون نداشتن یا به سرگرمی‌ها و علایقتون توجهی نمی‌کردن، احتمالاً در بزرگسالی بیش از هر چیز به وقت گذاشتن در روابطتون اهمیت میدید. وقتی کسی میخواد با شما وقت بگذرونه، براتون فوق‌العاده لذت بخشه، چون چیزیه که در کودکی از اون محروم بودید. پنجمین مورد، کلمات تایید کننده یا همون تقدیر و تحسین لفظیه. وقتی کودک هستیم، تنها افرادی که میتونن به ما حس امنیت بدن والدینمون هستن. در دوران کودکی ممکنه دنیا به ما بگه که به اندازه کافی خوب نیستیم. اما والدین باید اولین کسانی باشن که به ما عشق بی قید و شرط میدن
و میگن که اوضاع درست خواهد شد. متاسفانه همه کودکان چنین حمایتی رو از طرف والدینشون دریافت نمی‌کنن. گاهی والدین ما رو به خاطر انتخاب‌هامون سرزنش می‌کنن. گاهی هم انتقادهای تندی دارن که اعتماد به نفس ما رو پایین میاره. اگه در کودکی احساس می‌کردید که والدینتون حامی شما نبودن، احتمالاً در بزرگسالی نیاز دارید که دیگران به شما نشون بدن که دوستتون دارن. نه فقط با رفتار، بلکه با گفتنش. کلمات تایید کننده باعث میشن احساس امنیت کنید، چون در کودکی همیشه در تردید بودید که آیا به اندازه کافی خوب هستید یا نه. و در پایان این که زبان عشق ما در طول زندگی تغییر میکنه. والدین تأثیر عمیقی روی ما دارن، اما میلیون ها عامل دیگر هم میتونن زبان عشق ما رو شکل بدن. شاید زبان عشق شما به خاطر محبتی باشه که از والدینتون دریافت کردید، نه فقط به خاطر چیزی که در کودکی نداشتین. اگر با هر کدوم از این زبانهای عشق ارتباط برقرار کردین، در بخش نظرات با من در میون بگذارید. اگه فکر میکنید چیزی جدیدی درباره خودتون یاد گرفتید، حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتری ببینید.